گذشته از چوک کابل و نارسیده به سینمای پامیر. در ادامه دوستان عزیز همراه ما باشین که بریم ببینیم که چه تغییرات آمده. کابل خب کلا هر روز در حال تغییر آمدن از دوستا. ما تغییرات شهر بازار روش نیمشه یا حتی مکمل بند میندازه. همچین چیز رو ما شما را خشتوختیف شهر نو و ده ها جای دیدیم. دیگه دوستان عزیز سرک و کلان است. همین تیمور شاهی را اگر ببینیم یا مردم هم زیاد پیشون میه، خصوصا مردم های سنتی یا مردم های قدیمی افغانستان و هنوز هم پیش از اینا سرموی خود کم میکنن و بازار بسیار گرم هم دارن. او طرف چوک قاضی دوستان عزیز که هفته است و این کوچه رو برای آخر مندوی کابل است که اینجا میرسه و این طرف. سلام دوستان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتون به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان عزیز در جاده میوند کابل هستیم. گذشته از چوک کابل و نارسیده به سینمای پامیر. در ادامه دوستان عزیز همراه ما باشین که بریم ببینیم که چه تغییرات آمده. کابل خب کلا هر روز در حال تغییر آمدن از دوستا. ما تغییرات شهر بازار تغییرات محسوس می باشه، یعنی حس میشه کاملا. اینجا دوستان عزیز تغییراتش اون تغییرات است که چمن حضوری گذاشته. تمام دست فروش ها کراچی های اضافه از اینجا پاک شده و کشیده شده و روان شده به طرف چمن حضوری کابل. و وقتی که دیگه بازار هم نیست دوستان عزیز ما باید بریم به طرف پیاده رو. این طرف دوستان عزیز دیگه از چندین کوچه باید بگذاریم تا به سینمای پامیر برسیم. کوچه کافروشی هست، کوچه مندهی هست، دو کوچه مندهی هست، البته شفخانه میوند است. بعد از باز سینمای پامیر میرسه. این کوچه که طرف کافروشی میره دوستان. دکان‌های مساله، رخت فروشی و تمام جای دوستان از داری بخشا موجود است. دوستان عزیز پیاده رو به شدت کوچک میشه و راه نیست و ما هم دیگه از اینجا میریم کشمشا رو میبینیم و دوباره به پیاده رو میندازیم. خدا دوستان عزیز کابل سرک‌ها معمولا و پیاده رو بسیار بزرگ هستند، اما چیزی که باعث کوچک شدنشان میشه همین کراچی ها هست، همین کارهای ساختمانی هست. کار ساختمانی میکنن مکمل سرک یا پیاده روش نیمشه یا حتی مکمل بند میندازه. همچین چیز رو ما شما را خشتوختیف شهر نو و ده ها جای دیدیم. دیگه دوستان عزیز سرک و کلان است. همین تیمور شاهی را اگر ببینیم
یا که سینمای پامیر ببینیم. اینا دوستان عزیز سرک بسیار بزرگ است. وقتی کراچی ها استاد میکنن و کارهای ساختمانی میشه، سرک بسیار کوچک میشه، موتر و خوبانین حتی پیاده هم رفته نمیتونه. این هم دوستان عزیز کوچه است که از مندهی میایه. دوستان عزیز سینمای پامیر فکر کنم دور شد. این ویدیو را قناعت بکنین به می جاده میوند. انشالله ویدیوی بعدی مفصل میریم طرف بازار سینمای پامیر رو مکمل میبینیمش. طرف بولانی پزیز خوب بیربارم دارن آمو خدا. این طرفشم چبلی کباب است و این طرفشم کله و پاچه. این دوستان عزیز این پیاده رو بسیار بزرگ است. هم وقتی کارهای ساختمان میشه قدرش بند میکنن، اون قدر بند کنن اندازه خوازه پایین پرده بگیرن، نه آدم اوگار میشه نه جای خودشان تنگ میشه. اما دیگه چی بگویم دور کباب از روستا که همه جای گرفته. این هم دوستان عزیز کوچه مندهی از زرپشتر. و این سلمان ها رو دوستان عزیز ببینید، این سلمان های سابقه افغانستان حال هم هستن. البته مردم هم زیاد پیشون میه، خصوصا مردم های سنتی یا مردم های قدیمی افغانستان. و هنوز هم پیش از اینا سرموی خود کم میکنن و بازار بسیار گرم هم دارن. او طرف چوک قاضی دوستان عزیز که هفته است و این کوچه رو برای آخر مندوی کابل است که اینجا میرسه. و این طرف دوباره اونجا ساخت ساز است که پیاده رو مکمل بند کرده. و از این طرف باید سلو با پیش بریم. بیاین که بخی دوستان عزیز اون طرف سرک بگذاریم که نه اصلا وضعیت ما کنه و نه هم بیربار مردم. چون این طرف دیگه شفاخانه میوند است، شفاخانه عزیز میوند و بیربارش زیادتر است. این طرف هم خوب بازار که دوستا بازار ترکاری است، خصوصا از وقتی که غرفا را برده مردم به این قسم اموال خود میفروشن یا با مالهای خود دیگه. اینجا هم کنده شده. اما وقتی که دیدیم دوستان از جاده میوند که یک پایپ گور میکردن تا اینجا گور شده فکر کنم تا اینجا دفن شده دیگه. این طرفش مانده هنوز و حتی پایپ ها بیرون مانده. خوب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتان آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال هم چون سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه خانه والله متعال پاک و بینیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین، در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه‌تان. Ya para.